ادامه ریتم‌های دو چهارم می‌ریم که هر چند رو برابر یک شماره قرار داده بودیم. شروع می‌کنیم به زدن با سرعت پایین. عرض کردم خدمتتون تو فیلم‌های قبلی هم که اول باید تمرین کتاب رو خوب بزنید. تمرین همون کتاب آموزش کامل دفع توسط خودم که برای تهیه‌اش میتونید با شماره تلفن 22 333 425 و 6 تماس بگیرید. تا اینجا رو ما تا تمرین شماره 120 رو اجرا کردیم توی ویدیوها. از اینجا به بعد عرض کردم که میتونیم ریتم‌های ساده رو با کمک همدیگه بسازیم و اجرا کنیم. هرچند برابر یک شماره یک هم باشه دوم، شماره دو بک چپ، شماره سه چپ، شماره چهار هم بک. پس میشه یک دو سه چهار بک. توی دو تا میزان به جای شماره 4 ریز می‌ذاریم، یعنی توم بک چپ توم چپ. به جای این بکی که شماره 4 اون بود ریز می‌ذاریم. پس میشه توم بک چپ توم چپ ریز. میزان بعدی با بک شروع میشه. بک چپ توم چپ ریز.
این تمرینات داخل کتاب اومده که برای تهیه کتاب میتونید با شماره تلفن 22 333 425 و 6 تماس بگیرید.